تصور کن در دل یکی از آتشفشان‌های خاموش آمریکا دستگاه‌های حفاری غول‌پیکر آرام آرام وارد سنگ‌هایی میشن که دماشون میتونه فلز و ذوب کنه. اما چرا آمریکا باید تا این حد به قلب زمین نزدیک بشه؟ واقعا پشت این حفاری‌ها چه رازی وجود داره؟ انرژی، علم یا تلاش برای مهار یک خطر بالقوه؟ جالب اینجاست که برخلاف تصور عمومی آمریکا هرگز تونلی داخل دهانه آتشفشان فعال نزده، اما پروژه هایی داشته که تا چند کیلومتر زیر پوسته آتشفشان ها فرو رفته و به سنگ هایی رسیده که عملاً در مرز جهنم قرار دارن. پروژه هایی که بعضیا معتقدن اگر کوچکترین اشتباهی در آنها رخ بده میتونه واکنش زنجیره‌ای در یک آتشفشان عظیم ایجاد کنه. پروژه علمی عظیم هاوایی در جزیره هاوایی، جایی که آتشفشان میلیون ها سال از زمین داشت شکل میدهد، پروژه بین‌المللی آغاز شد که هدف آن فهم عمیق‌تر از رفتار آتشفشان ها بود. در این پروژه دانشمندان بیش از 3100 متر در دل سنگ‌های آتشفشان فرو رفتند. این حفاری نه تنها یکی از عمیق‌ترین پروژه‌های علمی آمریکا محسوب می‌شد، بلکه در نوع خود یک پنجره مستقیم به تاریخ آتشفشان اقیانوس آرام بود. دانشمندان از این عمق نمونه استخراج کردند که قدمت آنها به صدها هزار سال قبل باز می‌گشت. از همین نمونه هاست که میتوان نتیجه گرفت در چه دوره‌های فوران شدیدتر بودند، سرعت تشکیل لایه‌های آتشفشانی چقدر بود و چه گازهایی در اعماق زمین محبوس هستند. از نکته مهم، هرچند این پروژه به سنگ‌های داغ و مناطق نزدیک به لایه‌های مذاب رسید، اما حفاری داخل محفظه ماگما یا ایجاد تونل در هسته آتشفشان هرگز امکان پذیر نبود. دمای این ناحیه به چند صد درجه می‌رسید و فشار زیرزمینی اجازه نزدیک شدن بیشتر را نمیداد. هدف این نبود که تونلی در آتشفشان ساخته بشه، بلکه هدف باز کردن مسیری در میان سنگ‌های فوق داغ برای تبدیل انرژی زمین به برق بود. این چاه‌ها دقیقاً زیر ساختار آتشفشانی قرار دارند، یعنی تنها یک لایه از سنگ‌های داغ بین آنها و ناحیه‌های فعال آتشفشانی فاصله است. همین باعث شده برخی تصور کنند که آمریکا داخل آتشفشان چاه زده، اما واقعیت این است که این چاه‌ها درون خود آتشفشان نیستند، بلکه در لایه‌های زیرین و اطراف منطقه حرارتی آتشفشان حفر شدند. چرا تونل زدن واقعی در داخل یک آتشفشان تقریبا غیر ممکنه؟ در ظاهر شاید این ایده شبیه فیلم‌های علمی تخیلی باشد، اما از نظر علمی و مهندسی چنین پروژه‌ای با موانع بسیار جدی روبرو. 1. دما و فشار کشنده. دماهای نزدیک محفظه ماگما میتونن از 700 تا 1200 درجه سانتیگراد برسن. هیچ مته، فلز یا تجهیزاتی نمیتونه در چنین جهنمی دوام بیاره. 2. خطر تحریک آتشفشان. هر گونه ضربه، لرزش یا ایجاد تنش در دیواره یک آتشفشان میتونه باعث حرکت گازها و افزایش فشار داخلی بشه. برخی دانشمندان هشدار دادن که حفاری اشتباه میتونه باعث واکنش زنجیره‌ای در گازها بشه. 3. مشکلات فنی و نبود فناوری کافی. حتی پیشرفته ترین متاهای حفاری ژئوترمال پس از چند دقیقه تماس با سنگ‌های فوق داغ عملاً ذوب شکسته میشه. برای تونل زدن لازمه بتوان فضا رو خنک نگه داشت و این فناوری امروز وجود ندارد. فشار مرگبار گازها، چیزی که حتی زمین‌شناسان را میترساند. آتشفشان تنها یک محفظه داغ نیست، یک سیستم تحت فشاره. حجم عظیمی از گازهای گرفتار مانند بخار آب، دی اکسید کربن و سولفور زیر سنگ‌ها فشرده شدند. اگر این گازها راهی برای فرار پیدا کنند، حتی شکافی کوچک میتوانند سریع به انفجاری عظیم تبدیل بشه. اینجاست که حفاری خطرناک میشه. یک چاه اشتباه میتونه شکاف ایجاد کنه و مسیر گازهای پرفشار رو باز کنه. این همون ترسیه که باعث میشه هیچ کشوری، حتی آمریکا، با تمام فناوریش سمت تونل زنی مستقیم داخل آتشفشان فعال نره. پر شدن سریع تونل آب با حرارت و مواد مذاب. فرض کنید تکنولوژی فوق‌العاده‌ای داشته باشیم و بتونید تونلی داخل یک آتشفشان ایجاد کنیم، اما دمای شدید باعث میشه دیوارها ذوب بشن، تجهیزات در چند دقیقه تخریب میشن، تونل به سرعت با حرارت یا حتی مواد مذاب پر بشه. به همین دلیل مهندسان همیشه حدی مشخص دارن و اجازه ندارن از آن عبور کنن. حدی که معمولا همان منطقه سنگ‌های فوق داغ است، نه هسته آتشفشان. خطر فوران ناگهانی، چیزی که هیچ حفاری نمیتونه پیش بینی کنه. حتی اگه همه چیز درست پیش بره، آتشفشان‌ها غیر قابل پیش بینی هستند.
سیستم آنها به کوچکترین تغییرات حرارتی و لرزش واکنش نشون میده. بنابراین ممکن است حفاری هیچ خطری نداشته باشه، یا ممکنه اون حفاری کوچیک باعث ایجاد ترک‌های جدید بشه و فشار داخلی رو افزایش دهد و واکنش زنجیره‌ای ایجاد کند. این همون دلیلیه که باعث شده پروژه‌های ژئوترمال آمریکا همیشه با نظارت شدید علمی انجام بشه و هیچ وقت به مرکز فعال آتشفشان نزدیک نشه. یکی از بزرگترین سوال‌ها این است: اگر آمریکا یا هر کشور دیگری در نزدیکی یک آتشفشان حفاری کند، آیا احتمال دارد آتشفشان فعال شود؟ این سوال منطقی است، چون حفاری یعنی ضربه زدن، لرزش ایجاد کردن و تغییر مسیر گازها. اما پاسخ علمی به این سوال ترکیبی از بله و نه است. وقتی حفاری بی خطر است، پروژه‌های مانند حفاری در هاوایی یا نیوبری همیشه با هزاران ساعت محاسبه و نظارت انجام می‌شود. دانشمندان پیش از شروع کار مدل‌های سه‌بعدی از ساختار آتشفشان تهیه می‌کنند. فشار گازها را اندازه‌گیری می‌کنند، مسیرهای احتمالی حرکت ماگما را بررسی می‌کنند، لایه‌های خطرناک را شناسایی می‌کنند. به همین دلیل معمولاً حفاری در منطقه‌ای انجام می‌شود که در تماس مستقیم با محفظه ماگما نیست. در این عمق‌ها گرم‌ها بسیار زیاد است، اما هنوز از خط قرمز فاصله دارد. در این حالت حفاری نسبتاً امن است و احتمال تاثیر روی سیستم آتشفشان بسیار پایین است. حالا فرض کنیم حفاری به لایه‌های نازک‌تر برسد، به شکاف‌هایی که گازها از آن عبور می‌کنند نزدیک شود یا فشار داخلی منطقه غیرعادی بالا باشد. در این شرایط حتی یک سوراخ کوچک هم می‌تواند به گازهای پرفشار اجازه خروج دهد. اگر گازها راه فرار پیدا کنند، فشار داخل محفظه تغییر می‌کند. جریان ماگما ممکن است جابجا شود. ترک‌های زیرزمینی ممکن است توسعه پیدا کنند. این تغییرات در آتشفشان‌های حساس می‌توانند یک واکنش زنجیره‌ای ایجاد کنند. این یعنی حفاری بدون کنترل، به ویژه در آتشفشان‌های فعال، می‌تواند خطرناک باشد. مثال‌های غیر مستقیم از تحریک آتشفشان‌ها: دانشمندان در گذشته دیدند که حتی زلزله‌ها، نشست زمین یا حرکت گازهای زیرزمینی می‌تواند یک آتشفشان را فعال کند. اما پروژه‌های آمریکا همیشه چند لایه محافظتی دارند تا این احتمال به نزدیک صفر برسد. چرا آمریکا به هیچ وجه وارد محفظه ماگما نمی‌شود؟ 1. فشار محفظه به حدی بالاست که هر سوراخ کوچکی بلافاصله متلاشی می‌شود. حتی اگر مطب به محفظه برسد، قبل از اینکه وارد آن شود سنگ‌ها می‌شکنند و فوران موضعی اتفاق می‌افتد. 2. دما بالاتر از توان هر فلزی است. در دمای 1000 درجه فولاد ضد زنگ، تیتانیوم و حتی آلیاژهای مخصوص نیز ذوب می‌شوند. 3. گازها غیرقابل کنترل‌اند. اگر راهی باز شود، خروج گاز می‌تواند مانند موتور جت ستون‌های مواد مذاب را به بیرون پرتاب کند. به همین دلیل هیچ استاندارد مهندسی در دنیا اجازه نمی‌دهد حفاری مستقیم داخل ماگما انجام شود. در نهایت وقتی تمام پروژه‌ها، گزارش‌ها و واقعیت‌های علمی را کنار هم می‌گذاریم، تصویر واضحی به دست می‌آید. آمریکا هیچ وقت داخل یک آتشفشان فعال تونل نزده و هیچ سند قابل استنادی وجود ندارد که چنین عملی در مقیاس بزرگ انجام شده باشد. حفاری‌های مانند پروژه هاوایی که تا 3 کیلومتر در سنگ‌های آتشفشانی فرو رفتند، نشان می‌دهد انسان چقدر به مرزهای جهنم نزدیک شده، اما هیچ قدمی فراتر از حدود خطر بر نداشته. چرا؟ چون دما، فشار، گازهای مرگبار و خطر تحریک فوران تونل زنی مستقیم درون یک آتشفشان را عملاً غیر ممکن می‌کند. در پایان باید گفت اگر روزی فناوری به جایی برسد که بتوان به قلب یک آتشفشان نفوذ کند، آن روز نه تنها تاریخ علم تغییر خواهد کرد، بلکه تمام نگاه ما به خطرات زمین و آینده انرژی دگرگون می شود. اما فعلا ما فقط در حاشیه این غول‌های آتشین قدم می‌زنیم.